اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همه میهنان گرامی، با درود فراوان و شاد باش ابدان بر روان پاک شهدای اصالتینت افغانستان، آنان که در راه حق و آزادی و در مقابله با باطل و ستمگری رزمیدند و در این راه آنچنان در وارستگی و فداکاری جانفشانی نمودند که نام ایشان همواره در صفحات تابناک تاریخ قهرمانی های کشور برجسته می باشد. آری، قهرمانانی همچون شهید احمد شاه مسعود، شهید سید مصطفی کاظمی، شهید حاجی عبدالحق، شهید حاجی عبدالقدیر، استاد ذبیح الله شهید، شهید عبدالعلی مزاری، شهید علاءالدین خان، شهید قاری بابا، شهید مولوی رسول آخوندزاده، شهید دکتر تارشی و هزاران هزار شهید پاکتینت دیگر که با خون مقدس خیش پهنه مردآفرین کشور را لاله‌زاران نموده و دشمن را فرصت ندادند تا لحظه‌ای در قلمرو این خاک پاک با آسانی گام بردارد و یا به راحتی جان بیارد. ملت غیور افغانستان و ابر مردان والای این کشور در درازای زمان هرگز در نزد دشمن سر را فرو نیاورده و نگذاشتند که در تاریخ جهان چنان صفحه‌ای باشد که در آن از شکست و خم شدن قامت این ملت در مقابل دشمن سخنی به میان آید. از زمان اسکندر کبیر تا کنون این ملت با آزمون‌های نهایت دشواری روبرو گردیده و در این میان با اهریمنان گوناگونی دست و پنجه نرم نموده، ولی با گذشت چندین بار از 7 خانه رستم سرانجام این ملت دشمن شکن هر بار همای کامیابی و پیروزی را در کنار خیش نشانده است. البته قهرمانی ها و فداکاری های عظیم این ملت در دوران جهاد، مقاومت و مبارزه نشانه بارزی از آزادگی و دشمن ستیزی پیوسته این ملت است که تا هنوز اوراق دفتر روزگار را شدیداً خونچکان دارد. این ملت آزاده به همگان نشان داده است که سر در زیر تیغ می نهد، اما در بند اسارت و کمند غلامی نمی نهد. آری، این ملت فاتح شکست و ناامیدی را هرگز نپذیرفته و نمیپذیرد، ولو آن که زمان بیداد نماید و زمان استوارانه گام بردارد، زیرا فرجام امر همواره بر شکست دشمن و مصلحت فرزندان برومند این کشور انجام می‌یابد. اکنون نیز این ملت قهرمان با کسب افتخارات بزرگ جهاد و مقاومت اجازه نمی‌دهد تا دیگر کشتی سرنوشت این ملت پس از همه قربانی ها و فداکاری ها در ورطه قهقرا و مصیبت فرو نشیند و آرمان های والای مردم ما که با رنج و دشواری فراوان به ثمر رسیده است نقش بر آب کرد. با توجه به بحران بین المللی، جنگ علیه تروریسم که محور آن هم اکنون در این پهنه قرار داشته و منطقه را به شدت تحت فشار دارد، لذا تحولات افغانستان امروز نه تنها برای افغانها سرنوشت ساز بوده، بلکه برای جامعه بین المللی نیز حائز اهمیت فراوان می باشد. روی همین منظور جامعه جهانی در کنار افغانها قرار گرفته و در مبارزه علیه تروریسم عملا در تلاش می باشد. و البته ملت آزاده ما این که همکاری های ارزشمند جامعه جهانی و کشورهای دوست و برادر را پیوسته مورد قدردانی و امتنان خواهد داشت. افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان و تشکیل اداره موقت با همکاری های ارزشمند جامعه جهانی فرصت بسیار خوبی را برای به دست یافتن و وحدت ملی، تأمین صلح سراسری، بازسازی و نوسازی کشور را به دست آورد. با وجود اینکه تلاش‌های بزرگ همگانی در این راستا صورت پذیرفته و دستاوردهایی نیز در زمینه‌های مختلف رونما گردید،
اما متاسفانه نتایج عمومی اوضاع در بیش از 7 سال گذشته در مقایسه با سرازیر شدن کمک‌های مالی و نظامی فراوان و حمایت سیاسی قوی جامعه بین المللی از حکومت افغانستان با آنچه عملاً به وقوع پیوسته است بسیار اندک و ناچیز می باشد. حکومت افغانستان در پرتو کمک‌ها و همکاری‌های جامعه جهانی و حمایت‌های داخلی می بایست گام‌های فراتری را در عرصه‌های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برداشته و افزون بر گسترش بساط و امن و امان در سراسر کشور میزان رفاه اجتماعی و سطح اقتصاد جامعه را به گونه قابل ملاحظه بلند می برد. اما متاسفانه دولت نه اینکه در برآوردن این معمول ناتوان بوده، بلکه بدتر از آن کشور را در گرب چالش‌های تنفرسای تازه از قبیل گسترش دامنه خشونت و ناامنی‌ها، اختطاف‌ها و دزدی‌های مسلحانه، افزایش آفت مخدرات و مصیبت فقر و مسکنت روزافزون قرار داد. از این رو حکومت کنونی افغانستان نه اینکه زمان آن به پایان رسیده، بلکه توان آن نیز آنچنان در کمند کمکاری اداری، رشوت و نابسامانی تاب خورده که دیگر ملت را از آن خیری و امیدی نیست. پس می بایست ملت نجیب افغانستان برای تأمین آینده خیش در صدد چاره‌جویی برآمده و به منظور بیرون رفت از بنبست کنونی گزینه دیگری را انتخاب نماید، زیرا ادامه روند کنونی دیگر ارمغانی را برای ملت در پی نخواهد داشت و ایجاب می نماید تا تغییر بزرگی در سمت رهبری کشور به وجود آمد. البته ملت عزیز افغانستان می بایست شخصیتی را مورد تأیید خیش قرار داده و از چنان کاندیدای حمایت نماید که با توجه به اوضاع نهایت حساس کشور به صورت درست واجد شرایط رهبری بوده و علاوه بر آن از حمایت اغلب شهروندان کشور و جامعه جهانی برخوردار باشد تا در پرتو این ویژگی‌ها کشتی سرنوشت ملت را از ورطه کنونی بیرون کشیده و به ساحل آرامش و رفاه اجتماعی سوق دهد. در حال حاضر این چنین ویژگی و خصوصیت‌های همه جانبه را در شخص دکتر عبدالله می توان سراغ نمود که هم به عنوان چهره شناخته شده محبوب و مورد اعتماد ملت و نسل جوان افغانستان می باشد و هم در جامعه جهانی و در عرصه امور سیاست نیز به عنوان موفق‌ترین دولتمرد حاضر افغانستان تلقی می‌گردد. بدین ترتیب این جانب به نمایندگی از رهروان راه شهدای پاک کشور و به خصوص رهروان راه پدرم احمد شاه مسعود نامزدی جناب دکتر عبدالله را در انتخابات آینده ریاست جمهوری کشور رسما اعلام نموده و حمایت خود و کلیه همراهان جهاد و مقاومت پدرم را از جانب ایشان تأکید می‌دارم و از خداوند منان عنایت و مسئلت برای ایشان طلب می‌کنم و من الله التوفیق.